به نام خداوند علم و قلم. هموطنان عزیز، سلام علیکم. اتفاق اخیر و تصمیم طالبان مبنی بر جلوگیری از رفتن بانوان ما و خواهران ما به دانشگاه یک مسئله بود که بار دیگر ماهیت اونا را بر همه هویدا کرد. اگرچه به هیچ عنوان غیر قابل پیش بینی نبود و کامل معلوم می شد که طالبان مخصوصا بعد از او تصامیم جاهلانه مبنی بر جلوگیری از رفتن بانوان به مکتب و مدرسه، معلوم بود که مشخصا اونا تصمیم دارن برای ای که جلوی رفتن خواهران ما را به دانشگاه بگیرن. نفس این مسئله ناشی از ماهیت تاریک و جهل آنها دارد. علم و دانش چون نور و روشنایی میمان و ماهیت جهل مبارزه با نور و روشنی است. اونایی را خوب میفهمند که یک ملت آگاه، یک مردم آگاه و یک ملت تحصیل کرده به هیچ عنوان شرایط کنونی را قبول نداره و در مقابلش قد علم خواهد کرد. و اونا با درک از این مسئله و با دشمنان افغانستان با درک این مسئله به دنبال هرچه بیشتر بردن افغانستان به قهقرای جهل و نادانی هستند. و از ابتدای برنامه دشمنان افغانستان بود که باید افغانستان بره به طرف یک جهل، یک نادانی، فاقد یک نظام و یک دولت شود، فاقد یک عدالت و یک عزت شود، نه اردو داشته باشه، نه یک سیستم صحی داشته باشه، نه در اینجا یک علم و دانش باشه و مردمانش تحصیل کرده شوند و فقط یک جهل با عنوان یک گروه مزدور در اینجا حاکم شود که هر وقت دشمنا خواستن به هر شکلی که خواستن اونا را استفاده بکنن و در عین حال هر وقت دلشان خواست هر قوم به جان یکی دیگه بندازن، هر مردم به جان یکی دیگه بندازن و کشور را دوامدار در یک جهل مرکب نگه بدارن. متاسفانه اعمال طالبان نه تنها در این 1.5 سال گذشته بلکه در طول 2 دهه گذشته نشان از این داره که طالبها با ایدئولوژی و مفکوره خود و با ماهیت خود بهترین اهرم و بهترین گروه میتونن که در دست کسایی باشن که آرزوی نابودی افغانستان و آرزوی تباهی افغانستان را داشتن و امروز به او آرزوها و امیال خود توسط این گروه جهل نزدیک میشن. هموطنان عزیزم، سیاست دنیا یک سیاست یک بام و هواست. به هیچ عنوان در شرایط فعلی یک سیاست مشخص در قبال افغانستان نداره. ما میبینیم که به عنوان مثال عین جهالت و نادانی، عین تروریسم و وحشیگری با امی اسم و کردار و رفتار فقط چند کیلومتر او طرفتر در مقابلش تصمیم دنیا مبارزه است و برای دنیا غیر قابل قبول. اما در این طرف شما میبینین که فقط برای محکوم کردن و فقط با محکوم کردن اکتفا میکنن و این به هیچ عنوان کافی نیست. باور من است که ما به عنوان مردم باید نشان بدیم که لایق یک نظام عادلانه و درست هستیم. ما لایق یک زندگی عزتمند و انسانی و مدنی هستیم و به خاطر رسیدن به او حاضر هستیم مبارزه کنیم، استاد شویم و جهل را و جاهل را نبگیم. پس خواهران و برادران و هموطنان عزیزم، امروز ما باید تصمیم بگیریم. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت. پس با توکل به خدا و با عزم و اراده یک جا و متحد در مقابل تمام توطئه‌ها، تمام جهل‌ها و تمام تاریکی‌ها بیاین که بیستیم، مبارزه بکنیم و عزت خود را، کشور خود را و آینده خود را از ادامه چنین تاریکی و چنین ظلم و جهل نجات بدیم. هموطنان گرامی، علل خصوص خواهران عزیزم، شمایی که امروز با دیدن اشک‌های شما و ناراحتی شما سخت متأثر شدن، ما در شب یلدا قرار داریم. حتی یلدا هم بالاخره سحر خواهد شد. ناراحت نباشین که هر تاریکی، هر ظلم، هر جهل بالاخره پایان خواهد یافت و این ظلم و جهل و تاریکی فعلی هم بالاخره آفتاب عزت و آزادی، آفتاب علم و برابری در افغانستان طلوع خواهد. برای طلوع هر چه زودتر او و ختم این تاریکی باید با اتحاد و انسجام یک جا، با استمرار و مقاومت و مبارزه یک افغانستان آزاد، آباد و مستقل بسازیم. و در آخر پیامی دارم به علمای کشور و کشورهای اسلامی. اعمال 1.5 ساله طالبها باید خود بیانگری اصل باشه که طالبها نه تنها برای آوردن یک نظام اسلامی نیامدن، بلکه اعمال چون قتل و کشتار و تجاوز و خشونت و ظلم و جهل و
و چون این اعمال چون جلوگیری از تحصیل خواهران و بانوان ما نشان دهنده است که اونا در اصل بر بدنامی دین اسلام و بر نابودی افغانستان آمدن. ما امیدوار هستم که علمای کشور و کشورهای اسلامی جلو سوء استفاده بیشتر این گروه جهل را از دین اسلام و از نام دین بگیرن و مردم افغانستان را برای برقراری یک نظام واقعی اسلامی که در او صلح و امنیت و آرامش موج بزنه، علم آگاهی در اونجا وجود داشته باشه و عدالت حاکم باشه، همکاری بکنن و بار دیگه افغانستان آزاد، آباد و مستقل شد. اگرچه ما تلاش‌های خود را چه در قالب مقاومت و چه تلاش‌های سیاسی برای تغییر شرایط موجود ادامه می‌دهیم، اما از ابتدایی که طالب‌ها مکاتب بر روی بانوان ما و خواهران ما بسته کردند، ما مصمم بودیم برای پیدا کردن راه‌های جایگزین برای ادامه تحصیل و آموختن علم خواهران ما و این مسئله را همچون مقاومت یک مسئله مقدس دانسته و در این مدت تلاش‌های خود را به اندازه توان خود انجام دادیم. اما متاسفانه ظلم طالب‌ها بالای هموطنان ما و بالای خواهران ما در سر تا سر کشور است و نیاز به تلاش مشترک همه ما و شما داره تا در مقابلی ایستاد شویم. ما نمونه کوچک اما موفقی از این هستیم که میشه مکتب را به خانه ها برد، علل خصوص در عصر جدید و با استفاده از تکنولوژی های جدید. با توجه به این پیام ما به هموطنان عزیز ما، علل خصوص هموطنان خارج از کشور میسته که شاید طالب دروازه ساختمان ها را بسته کرده باشه، دروازه دانشگاه و مکتب بسته کرده، اما هیچ ظالمی، هیچ مستبدی، هیچ جاهلی نمیتونه که جلو آموختن علم را بگیره. اگرچه تمام تلاش ها و فشارها بر بازگشایی مکاتب قابل قدر است و باید باشه و باید بیشتر شود، اما در عین حال با توجه به شناختی که از ماهیت جاهلانه طالبا داریم، باور ما بر این است که همه ما باید مشترک تلاش بکنیم و راه‌های جایگزینی را هم به فکرش باشیم تا نباید خواهران ما و مردم ما از تحصیل و تعلیم محروم بانند. محرومیت علل خصوص بانوان ما و نصفی از جامعه ما از تعلیم و تحصیل به معنی ادامه جهل، ادامه بدبختی و ادامه شرایط فعلی در کشور است. به این منظور تلاش همگی را و تلاش همه هموطنان ما را علل خصوص در بیرون از کشور در این راستا خواستار است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.